نه دوستای عزیز گرم که میبینید خودتان دیگه و جای چوچه مرغم اینمی است. سلام. گفت نمیزنن. خواه میشه در نخواست خودت معرفی بکنی که نام خودت چی است؟ نام خودم اکرام الدین است. اکرام الدین جان، خودت چی مصرفیت داری؟ از کاروبارت اول بر ما بگم. کاروبار دیگه انجینر صاحب دیگه همین مزدورکاری میکنم. کاروبار هم نه دیگه هیچ کار دیگه نیست. روزی 200 تا 200 تا مزدورکاری میکنم. خب بسیار چطور است؟ چی پلان داری بخیر که امی مرغایی که بخیر به ثمر برسن سر تخم شوند دیگه پلان آینده خودت که از اینا چی است؟ خب تو نگاش میکنم دیگه انجینر صاحب زحمت میکنم نگاش میکنم بخیر من دیگه تخمش میفروشین دیگه چی کنین دیگه. بیا خدا مهربان است. این مرغام دیگه زرق نسبتا کلان شده دیگه. ها نه نام خدا کلان شد وقت خیلی خرد بود ولی کلان شد نام خدا. بله خودتون نگفتین که در خانه چند نفر هستین؟ ما در خانه دیگه انجینر صاحب 6 نفر سیاست ما خدمت 8 نفر هستیم. تنها خودت کار میکنی؟ ها تنها خودم کار میکنم. کاروبار هم نیست انجینر صاحب. راست میگین. ای چطور است اینالی وقتی که کلان شوه تو از روزگار زندگی یا پار یک ذره خوبتر میکنه به نظر خودت؟ شاید کنه دیگه انجینر صاحب دیگه که خوبش نگاه کنیم و نام رو زنده بانه میشه. چرا که زحمت بکشیم میشه بخیر. هر چیز که زحمت بکشیم میشه. توکل به خدا. راست میگن بیشک. دوستای نازنین و اینجا که شما وقتی که مینمی کار و مرغ یا پای زرق جار جنجال زیاد داره و ای که اگر بخواد آدم کمی مرغ درست‌تر نگاه بکنه خوب است روز به روز تا پر بالی گپام زیادتر کشیده میره. کشیده می با اینا را آزاد هم میکنیم. انجینر صاحب همیشه جا نمیمونه که آزاد کنیم زود خود کلان میکنه. ای تو که یک جا یک چیز که بندی باشه زود کلان نمیشه. راست میگن دق میارن دیگه. دق میاره در کوچه الاش میکنیم بعد چکرشون میتونم دیگه هم تو آزاد نباشه کلان من دا یک درک بسیار شوخ است که زود در دستم خدا نمیده. اما ترسته شوخ است باش تاریک شده که اومد با میگیرمش دست نمیده. سلامت باشین زنده باشین. تشکر از شما. با امید که بخیر یک روز بیایم دیگه که پرسان بکنیم بگیم چطور است روز چند دانه تخم میته که باز بگی روز 2 دانه تخم میته. چطور؟ بیت ان شاء الله میته تخم بخیر. امید به خدا با امید که بخیر بتونه امی حداقل یک چیز از روزگار زندگی شما را امی تامین بکنه. با امید تو یک روز هستیم بخیر ان شاء الله. الهی امین خیر بین انجینر صاحب. هم تو امید داریم توکل به خدا دیگه نگاهشون میکنیم. بیشک تشکر از شما. باز هم از سپاس میکنم از بنیاد خیریه امید حیات که این خانواده را کمک کرد و دستیاری دراز کرد و همچنان بسیار غریب است این انجینر صاحب دیگه نمیبینین این خانه بیادر و بیادروازه است. من گفتم دیگه هیچ کس کو هم دیگه نیست. کار میکنم کاروبار هم نیست. یه روز کار میکنم 6 روز 7 روز بیکار. دیروز آمدم هم تو کار نبودم نماز دیگر که خوام برده یعنی تا صبح دیگه هم تو غلط نماز هم نخوندم هم تو در چورت اولادم هم چی رخم کنم هم تو جگر خون دیگه بدم دیگه انجینر صاحب. بیا خدا مهربان است. خدا بزرگ است. با امید که بخیر این مرغ کار یک ذره کلان شوه که یک چیز بتونی حداقل کار کرده. توکل به خدا ان شاء الله کلان میشه بخیر. سلامت باشین. دوستان نازنین و قسمی که شما میبینین واقعا این مرغ کام نام خدا همیشان کلان شده. وقتی که میبینه هر کس فکر میکنه که میان دانه گپا مندازن. خب بر صورت هزار سپاس میکنیم باز هم از بنیاد خیریه امید حیات که همچون خانواده‌ای که در اینجا زندگی میکنن واقعا زندگی بسیار دشوار است در اینجا و اینا یک امید براشون پیدا شده که حداقل بتونن که از چوچه مرغا روز و روزگار خوب داشته باشن. اما تو سیاست رو نگاه میکنه بسیار خوشحال شده از شما. بسیار دیگه خوشحال است دیگه 24 ساعت خودش نگاه میکنه سیاست رو متوجه است متوجه چوچا. سلامت باشین. خب دوستای عزیز اصرار سپاس میکنم از شما دوستا و ای بود گزارش البته از پروسه مرغ ما که در خانه بعدی آمدیم و همچنین پروسه دیگه ادامه داره و مرور زمان میریم از هر خانواده که در تعداد ان 2 خانواده هست هر روز یک خانواده را پرسان میکنیم و سروی میکنیم ببینیم که چی کردن چی نکردن و چی مشکلات دارن. خب تشکر از شما. قبول. سلام علیکم انجینر صاحب. خیر زنده باشید. زنده باشید. و خب دوستای عزیز و همچنین سابسکرایب دکمه زنگوله یادتان نره و همچنین ما را حمایت بکنید تا باشه که برنامه خوب و مفید تقدیمتان بکنیم. خدا نگهدار همتون. بدرود.